قاعده 61 دلایل حاکمیت الله سبحانه و تعالی را بدانیم. میگه دلایل حاکمیت الله را بفهمیم. اینال ما و شما بعضی کسا میگه که اسلام با سیاست ارتباط نداره، اسلام با قانون ارتباط نداره، اسلام با اقتصاد ارتباط نداره. میگه شما اشتباه میکنین، کمال اسلام انکار میکنین. ببین که براتون دلایل میتیم از آیات قرآن ببینین که اسلام به قانون و به حکومت و به حاکمیت و به سیاست ارتباط داره یا نداره. آیت اولش چی است؟ این الحکم الا لله، حاکمیت مخصوص الله است، حاکمیت مخصوص الله است. و باز بعد از چی میگه؟ امر الا تعبدوا الا ایاه. ببینید از یک طرف قانون و شریعت و حکم آمد و از پشت سرش گفت که امر کرده که شما عبادت نکنین مگر الله را. پس از اینجا معلوم میشه که خود تطبیق شریعت الله عبادت است. تطبیق امر الله چی است؟ عبادت است. فهمیدین یعنی؟ آیت دقیق بخوانید. این الحکم نیست حکم مگر مخصوص کی است؟ الله است. امره الله چی کرده؟ امر کرده الله تعبدو که عبادت نکنین مگر الله را. ذالک الدین القیم، دینداری که خوب استاده هست. فهمیدین؟ این دین قیم چی است؟ دین پابرجا امی هست که شریعت الله را تطبیق بکنید بالای خودت، بالای خانواده، حتی اگر خلیفه مسلمان ها شدی بالای کره زمین چی رو تطبیق بکنی؟ شریعت الله را. اینی جاعل فی الارض خلیفه. خلیفه کی است؟ کسی است که شریعت الله را، حکم الله را مطابق اوامر الله در زمین الله چی میکنه؟ تطبیق میکنه. اینمی تطبیق شریعت الله عبادت است یا نیست؟ الله در آیت قرآن میگه این الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا ایاه. بناء الله گفته که شما بغیر از الله. پس اینال اگر کسی بغیر از شریعت الهی کدام قانون دیگر را تطبیق میکنه، این در حقیقت چی کرده؟ عبادت غیر الله را کرده. و کسی که عبادت غیر الله را میکنه در شرک مبتلا هست نیست؟ در شرک مبتلا. اینال یکی شرک سیاسی است، فهمید یعنی؟ یکی شرک قبور است، یکی شرک قصور است. دو قسم شرک است. خب شرک قبور که مردم عبادت الله را به قبرها میکنن. یکی شرک بتخانه ها هست که عبادت الله را بر بتها میکنن. شرک بتخانه ها، شرک قبور و شرک قصور. شرک قصور کدام یکیست که اینا قانون قصر نشین ها را چی میکنن؟ تطبیق میکنن. یا عبادت پادشاه و رئیس جمهور میکنن، عبادت خان میکنن. در سابق در افغانستان خان رب میگفتن در زمان آتش پرستی. جمعش چی میشد؟ جمع رب ارباب. امیان در قریه ها میگه ارباب فتح الله خان، ارباب فلانی. حالا مبار خدای خود میگن. بیچاره نمیفهمن. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. پس اینال از وقتی که خلافت اسلامی سقوط کرد در سوریه، در ترکیه، فهمید یعنی؟ در وقتی که این سقوط کرد در 1924 آتاتورک مرتد کافر آمد و به نام مسلمان خلافت چی کرد؟ از بین برد. یهودی بود، یهودی دونما. از اونم وقت به بعد بالای جهان اسلام کی آمدن حکومت میکنه؟ اینمی غربی ها. یا خودش مستقیما حکومت میکنه و یا هم امو زیر دستای خود در رأس قدرت قرار میتن به نام دموکراسی. دموکراسی چی است؟ حکومت الله نیست، حکومت مردم توسط مردم برای مردم است. این حکومت نفس است. اینال وقتی که اینا آمدن حاکمیت غیر الله را تطبیق میکنن، بازیا چی میکنن؟ باز ملاها را گفتن که شما توحید شریعت شرک قصور به مردم بیان نکنین. اگر بیان کردین
باز بفهمین زندگیتان در چی است؟ در خطر است. باز برای مولوی صاحبایی که خوب قوی هستن و شیخ الحدیث هست، برای خوب موتر $50,000 $100,000 سعی کنی که در موتر سلمی کنی. نه این موتر چی میگه؟ بادیگاردا چی میگه؟ بازی ها از شرک قبور گپ میزنن، از شرک قصور گپ نمیزنن. اگر در قبرستان یک دفعه رفتی میگه تو مشرک هستی. وقتی در حال که زیارت رفتن شرک نیست، مطلق زیارت رفتن شرک نیست. زیارت رسول الله میگه که کنت نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، من شما را منع کرده بودم از رفتن به قبرستان، حالا برین زیارت کنین. چرا اول منع کرده بود؟ چرا بعد رسول الله گفت حالا برین امر کرد برین زیارت بکنین؟ در اول چون مردم عقیده را درست نمیفهمیدن، چون عقیده بت پرستی و قبر پرستی بود، منع کرد، گفت ايش نرین. وقتی که اصحاب رسول الله صلی عقیدهشان پخته شد و توحید فهمیدن، حالا که در قبر هم میره و در زیارت هم میره، شرک نمیکنه، زیارت توحیدی میکنه. پس ما زیارت توحیدی داریم. زیارت توحیدی کدام یکیست؟ که یک نفر میره در قبرستان به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم که در کجا میرفت؟ در بقیع میرفت. رسول الله صلی در بقیع غرقد میرفت و سلام میداد: السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین المسلمین غفر الله لنا ولکم انتم السابقون. اینی پس زیارت رفتن توحیدی زیارت رفتنی است که به طریقه کی میشه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه. و اونجا میره، بعد از اینکه سلام داد دست دعا بلند نمیکنه، قرآن نمیخوانه، اونجا فقط کار دیگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه چی است؟ تا انسان تفکر و تدبر کنه که مرگش به یادش بیاید، آخرت به یادش بیاید. الوا نمیخوره، شوله نمیخوره. فهمیدی؟ اینی زیارت توحیدی هست. زیارت شرکی کدام یکی است؟ که یک انسان میره صفات الله را به صاحب قبر میته. فهمیدی یا نه؟ صفات الله را به کی میته؟ به صاحب قبر میته. مثلا از او بچه میخواه، از او دختر میخواه. خالق و الله هست، این صفات خالق از مخلوق میخواه. شفا و اذا مرضت فهو یشفین. ابراهیم علیه السلام میگه وقتی که من مریض شدم مرا الله شفا میده. پس او صفات الله را به صاحب قبر میده، بر من شفا بده. پس این یکی زیارت توحیدی است، یکی زیارت شرکی است و یکی زیارت بدعتی هست. زیارت بدعتی چی است؟ که مخالف طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم کس به زیارت بره، مثل که قالین فرش کو، مثلا برو اونجا الوا پخته کو، برو اونجا دول بزن و سرنای بزن و میله بگی و گپا بگی. این یا زیارت های چی است؟ بدعتی هست. این حال در بسیاری از مملکت ها بعد از اینکه خلافت اسلامی سقوط کرد و کشورها بالا از اینا حاکمای طاغوتی دیگه مقرر شدن، بازی آمدن چی کردن؟ برای مولوی ها اخطار دادن که وشک و فکرت باشه که چی نکنی؟ از شرک قصور گپ نزنی. چرا خیخو این کس که در قصر شیشته این خودش شراب اجازه میده، زنا را اجازه میده. فهمید یعنی قوانینی را ساختن. همه در بسیاری از کشورهای اسلامی که برین شما به نام کشور اسلامی است، اونجا پلیس از زناخانه چی میکنه؟ حفاظت میکنه. این شرک چی است؟ قصور هست. مردم به عوض شریعت الله قانون از را تطبیق میکنه. بازوا چی میگن؟ میگه ای بار حق نداری گپ بزنی. حتی در کتابای درسی و عقیده امیر از بین بردن. فهمیدی یعنی؟ باقی ماندش ان شاء الله روز دیگه میخوانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.